دختری که چند بار یه لباسو میپوشه لزوما ندار و بی سلیقه نیست. دختری که کم آرایش میکنه یا اصلا آرایش نمیکنه داغون نیست، اون به اندازه کافی زیباست. دختری که 10 جاشو عمل نمیکنه عقب افتاده نیست، اون خودشو همون جوری که هست دوست داره. دختری که تا نصف شب تو خیابونای شهر نمیچرخه حد و مرز داره و با هر پسری دوست نمیشه سوسول نیست. دختری که هر شب نمیره مهمونی و پارتی و مست نمیکنه افکارش پوسیده نیست. دختری که سیگار و قلیون نمیکشه به جاش میره باشگاه ورزش میکنه پاستوریزه نیست. بهتره یاد بگیریم آدما رو به خاطر تفاوتی که با ما دارن قضاوت نکنیم. هر آدمی هر جوری دوست داره زندگی میکنه، به ما هم هیچ ربطی نداره.